نفر گم است. کدام نفر؟ جمیل قادری. والا ما خبرش نداریم. او بیادر علی بیار پیش طلا فروشی رفته فهمیدی؟ والا اطلاعتان عربی است. والا ایت سالا بر تو چی کار داری؟ در پیش دکانه مردم رفته کلچه فروشی و بیادر این چی میگن؟ جواری فروشی و چیزا. تو بیادر سرک پیش آمدی. تو چی بیادر؟ مردم پرسان میگن مرمینشی. خب میگنش میگه دیپورتی آدم هستی خلاص آمدی بلژیم. چالا نقطه ای دم تیک تاک برمیز، در فیسبوک برمیز. امی حالا هر کس یک کامرا و مایک گرفته برداشته برآمده در شهر بازار میره امروی مردم مصاحبه میکنه ولی مردم خودش میفهمه که چی بچه. والا مردم دیگه گپای دیش میزنه که توشتکا. پدر تو می ملک چی خدمت کرده؟ اون شاید دیده باشی. حالا بهتره چی؟ صحیح نه؟ خب اینطور است که متاسفانه نمی قسم که هر کس در هر کار غرض میگیره. امروز تعداد کسایی برآمدن که نه از اصول خبرنگاری آگاه هستند، نه از اخلاق خبرنگاری آگاه هستند و نه از حقوق رسانه با خبر هستند. برآمدن در مایک گرفتن هر چی دادنشون آمد به مردم میگن. اصلا اینا کسایی هستند که ما برشون خبرنگار گفتن نمیتونیم. نه راست یک نام دیگه داره باز وطندارا خودشون میفهمن. جمیل قادری. بخیر باشین.